خداحافظی رسمی لطیفه عزیزی از هنر موسیقی و شغل جدید لطیفه عزیزی در امریکا. لطیفه در امریکا مصروف چی کار باره است؟ آیا با واقعیت لطیفه عزیزی دختر فیلم هالیوود شده است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند جوان، خوش صدا و ناماشنای افغانستان وی تا سن نوجوانی در پاکستان زندگی می کرد. از ولایت زیبای بغلان می باشد. لطیفه در سن 17 سالگی در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد. با آنکه لطیفه عزیزی فهم و دانش هنر موسیقی را نداشت، ولی به حمایت و کمک مردم و علاقمندانش توانست مقام سوم را در این پروسه از آن خود کند. لطیفه عزیزی بعد از ختم پروسه ستاره افغان توانست آهنگ‌های بیشماری برای علاقمندانش ثبت و نشر کند. لطیفه بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان با یک برادرش پناهنده کشور امریکا شده است. وی در کشور امریکا دیگر آواز نخوانده است و جدیداً تصاویر را در صفحات مجازیش نشر کرده که رسما از هنر موسیقی خداحافظی کرده است و خواسته دختر سینمای هالیوود شود. هرچند لطیفه عزیزی در کشور امریکا برای چندین برند لباس خارجی مدلینگ می کند. لطیفه عزیزی اکنون در کشور امریکا شهرت خاصی در بخش مدلینگ دارد، ولی هر کس خودش می داند و تصمیمات زندگیش. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.